برمنافن زود جنوب برمنافن بریم بیرون. جادهش هم که حسابی پر دستانداز و داغونه. انشالله که موفق میشه. ما دوباره میریم دست راست به سمت برمنافن. 2 کیلومتر زود فیشاقای هافن، یعنی بندر ماهیگیری. ما میریم ماهی بار بزنیم. دستانداز پرتابی داره. صندلی‌های ما بادیه ولی دوربین فکر کنم نشون میده پرتاب میشه. ولی خب انقدر شدیده ما رو هم میکوبه. چون من این مسیر رو میگم یه سال اومدم برمنافن رفتم حفظه. بغل جاده هم رودخونه هست. نمیتونم دوربین رو بعد بچرخونم اونوری ببینیم. رانندگی میکنم دیگه نمیتونم دستم بیارم به سمت دوربین. بسته‌بندی ماهی‌های دریاییه. بار پالتش میکنن و ما هم بارگیری میکنیم میبریم برای شرکت که پست میشه به هر جایی که بخواد بره. چقدر تریلی تو راهه. اینجا منطقه صنعتیه پر از کارخونه‌های بسته‌بندی ماهی و دست راست اونم فروشگاه بزرگ ایکیاست. پرچماشو میبینی نوشته ایکیا. ما نفهمیدیم ایکیا یه شرکت سوئدیه که مبلمان و همه چی میفروشه دیگه. از جون آدمیزاد داره تا شیر مرغ، گلدون، مبلمان، هاتداگ. من خیلی هاتداگاشو دوست دارم. از زمان 1 یورو یادم الان شده 2.50 یا 3 یورو فکر کنم. یه بستنی‌های خیلی خوشمزه هم داره. قدیما بغل پارک‌های دستگاه میذاشتن تو ایران. بستنی‌هایی مثل خامه‌ای بود میدادن. از اون بستنی خامه‌ای ها میده که من خیلی خوشم میاد. هر وقت میرم یه دونه میخورم. البته متاسفانه سنمون رفت بالا، قند گرفتیم دیگه نمیشه خورد. ولی خب دیگه بعضی اوقات ناپرهیزی میکنیم یه دونه رو میزنیم.
فروشگاه عظیمیه واسه خودش، چراغ قرمز داره و 4 راه داره و 3 راه داره. چون میگم همه چی میفروشه تو ایکیا، همه چی، مبلمان و نمیدونم آبلمه، مایتابه، تخت خواب، میز ناهارخوری. فروشگاه کاملیه برای زندگی رو کامل کنی، خونه رو کامل کنی. دستانه ایران همیشه تحریم، اینا نمیتونم، همه جای دنیا ایکیا فکر کنم شعبه داره، ولی خب ایران متاسفانه نداره. از اینجا هم یه برمنافن شروع میشه، این تابلو زرده یعنی شهر شروع میشه، ما باید 50 تا. مسیرم از اون پایین آلدی هم میتونستم برم، ولی از این بر میرم که شهر رو ببینیم. اینجا دیگه جزو شهر برمنافن. این خونه های بیلایی هم مثل هاوس بهش میگن. خونه بیلایی هم دیگه. منو یاد بعضی جای کوچه های شهرک غرب میندازه. این ایکیا چه فروشگاه بزرگه، خط اتوبوس هم داره، رو اتوبوسه میخونین ایکیا، خطش هم مال ایکیاست. اول دسامبر دیگه، آخرای دسامبر میشه کریسمس وایناختن. از الان دیگه همه آماده میشن و پاکسازی و تمیزکاری و مثل شب عید خودمون، تزیین درخت کاج و خونه تکونی و مال اینا مال هوای خودشو داره، استرس میگیرن و خیابونا شلوغ‌تر میشه و وایسنشتاین، سنگ سفید، محله سنگ سفید بود. تهران پارسی آخرش یه محله‌ای بود سنگ سفید. اینجا چند سال باهاش دل از میدون میشه، 4 راه میشه، ما نفهمیم بالاخره اینجا چی میخواد ازش درات. خط کشی زرد میکنن، از اون ور برو، از این ور برو. مسیر برگشت اونم 6 کیلومتر ترافیکه. اسم این خیابونم وزا اشتقاسته هست، همون اسم رودخونه برمن روش. خیابون بلند و طویلیه. مرکز شهر میاد میره به اون اتوبان 27.
در ثقیلای بندر رو میتونید پشت درخت ها ببینید. هم یکی از ماهی فروش های بزرگه. این هم ورودی بندره. میبینین این چیزای دریایی رو، من نمیدونم اسم اینا چیه. اینا رو آب میذارن که کشتی ها مثلا بدونن کجا کم عمقه کجا عمقش زیاد. رستوران‌های ماهی فروش. اینجا همش دیگه شرکت ها بسته‌بندی ماهی هن و رستوران ماهی فروشی و خودشون هم اونجا جلوش رستوران دارن، پشتش بسته‌بندی میکنن. ماهی میاد اینجا نزدیک میشه. بغل این ایستگاه اتوبوسه رو باید برم بالا. شما فعلا خداحافظی میکنم تا پارت 3. خدا نگهدار.